اگه ترس از ارتفاع دارید به این مکان‌ها سفر نکنید. دانشمندا و محققا پیش بینی میکنن که در آینده سفر به ماه برای عموم امکان پذیر میشه. فکرشو بکن چمدونتو ببندی و بری به ماه. البته خیلی ذوق نکنین، چون کمپانی گلدن اسپایک برآورد قیمت کرده که سفر به ماه فقط نفری 750 میلیون دلار هزینه داره. خب حالا که ماه خیلی دوره و همچنین تورش هم ارزون نیست، چطوره به جاش بریم بلندترین برجای دنیا رو ببینیم؟ اصلا میدونین بلندترین برجای دنیا کجان و چقدر ارتفاع دارن؟ برج خلیفه در دبی. در حال حاضر این آسمان خراش با ارتفاع 828 متر بلندترین برج در دنیاست. برج خلیفه علاوه بر این که از نظر بلندی رکورد برج‌های دیگر رو شکسته، چند تا رکورد دیگر رو هم زده. بیشترین تعداد طبقات با 163 طبقه، مرتفع ترین تراس با منظره شهر و آسانسورش که بیشترین مسافت رو طی میکنه. اگه ترس از ارتفاع دارین، بهتره تراس برج خلیفه رو از مقاصدتون حذف کنید. برج شانگهای در چین. ارتفاع این برج 632 متره و 121 طبقه داره. نمای این برج حالت چرخشی داره و از بروزترین تکنولوژی ها تو ساختش استفاده شده. شاید براتون جالب باشه که بدونید کشور چین با داشتن 1400 آسمان خراش بیشترین تعداد برج داره. صحبت از رکورد کشوری شد. هنگ کنگ به تنهایی 317 آسمان خراش داره. خوب ساکنین هنگ کنگ حس آدم کوتوله بودن بهشون دست نمیده. برج ساعت مکه که به نام ابراج البیت شناخته شده. ارتفاع بلندترین برج این مجموعه 601 متره که رتبه سومین آسمان خراش بلند در دنیا رو داره. این مجموعه برج ها دقیقاً مجاور مکه است. این برج در عربستان رکورد گرونترین آسمان خراش رو شکسته. خب حالا شما به ما بگین که تا حالا تجربه دیدن این آسمان خراش رو داشتین؟ اصلا دیدن آسمان خراش ها براتون جذاب هست؟ ظرافت ها تأثیر گذارند. رمانک.